بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سخنان ارزشمند مهمان گرامیمون جناب حجت الاسلام والمسلمین آقا حسینی استفاده کردیم در زمینه هم ولادت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و در زمینه وحدت مسلمین. واقعا ولادت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم از احسانات بزرگ الله تعالی است. این همه نعمت را الله تعالی به بندگان عنایت کرده، ولی این جمله را به کار نبرده که لقد من الله علی المؤمنین. کلمه منت و کلمه احسان این جای دیگه به این صورت به کار نرفته است. در مقابل همه این نعمتهایی که رب العالمین به بندگانش عنایت کرده و چقدر نعمت داده است و چقدر نعمتهای بزرگ عنایت کرده، اما این نعمت در سرلوحای همه نعمتهایی است که پروردگار به جهانیان داده و مخصوصا این نعمت به مؤمنین داده شده است که استفاده کنندگان از این نعمت سرشار معنوی و نعمت عجیب و بزرگ نصیب مؤمنان هست. گرچه این درس آن حضرت صلی الله علیه وسلم که دادان همه جهانیان، همه ملت ها، همه فرهنگ ها و همه تمدن ها از این درس بهره گرفتند و خوبی های اگر در تمدن های دنیا موجود هست و فرهنگ های ملت ها موجوده، اون بقایای تعلیم انبیاء علیهم السلام هست و آنچه که از تعلیم حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و درس های قرآن چیزی را گرفتند و شامل فرهنگ خود کردند و در تمدن خود گذاشتند. واقعا اینها خوبی های درخشانند که تعلیمات آسمانیان و تعلیمات رب العالمینان که همه بشریت از آن بیباره نبوده و همه استفاده کردند و باره گرفتند، ولی بزرگترین این نعمت را مسلمانان فرا گرفتند و در اختیار مسلمانان این نعمت عظیم و این نعمت بزرگ که خلاصه تعلیم همه انبیاء علیهم السلام و خلاصه از تعلیم همه ادیان، خوبی های ادیان، خوبی های کتاب آسمانی، آنچه که از دست رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین به دست ما رسیده، این بهترین تعلیمه. واقعا بالاترین احسان رب العالمین، بالاترین منت که الله تعالی بر ما
گذشته است بر ما عنایت کرده که بهترین و مقبول ترین بنده، بزرگترین معلم بشریت و معلم انسانیت و معلم اخلاق و معلم ایمان و معلم عمل کرد نیک و عمل صالح را الله تعالی به سوی ما فرستاده است. رحمت للعالمین در کمترین فرصت در ظرفیت 23 سال که بالاترین زحماتشون و گسترش اسلام در 10 سال هجرت بعد از هجرت شکل گرفت، با فداکاری و زحمت جزیره العرب را به اسلام داخل کردند و این سرزمین کوچکی نیست، سرزمین وسیعی است. بت پرستی که هزاران سال اینها بت عبادت کردند و قرآن می فرماید لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. شما قومی را بترسونید که پدران اونها ترسونده نشدند و به سوی پدران اونها پیامبر نیامده. قرون متمادی و قرونهای زیاد گذشته که زندگیشون در بت پرستی و در جهل و نادانی و جاهلیت گذشته است، شما اینها را بترسونید از عذاب الله و اینها را بیداری بدید و بیدار باشند و از جهل و خرافات و از دین من درآوردی و از بت پرستی کنار کشی بکنند و نجات حاصل بکنند. تحول بزرگ در دنیا صورت میگیره با ولادت آن حضرت صلی الله علیه و سلم، با این ولادت که ولادت نور و ولادت رحمت و ولادت هدایت هست. تحول در دنیا شکل میگیره و صورت میگیره. این آخری پیامبر هست، خاتم النبیین و این افضل ترین رسول خداست، فرستاده خداست و این خلیل خدای و حبیب و محبوب رب العالمین که الله تعالی به جهانیان فرستادند با دستاورده، با تعلیم بسیار بزرگ و زیبا که انسانیت را از گمراهی نجات دادن، از مسیر جهنم برگردانیدن به سوی بهشت، از مسیر شیطان و پرستش نفس برگردانیدن به پرستش رحمان، به پرستش الله و راه را روشن کردن و راه را واضح کردن و راه الله را نشان دادن و راه سعادت را نشان دادن و راه جنت فردوس را نشان دادن. انسانها را از درندگی و از جهالت و از بت پرستی به سوی هدایت آوردند و رهبران راهزنان را رهبر قرار دادند و بت پرستان را خداپرست و خداپرستی را در دنیا ترویج کردند. رحم و مهربانی و عطوفت و اخلاق را در دنیا تعلیم دادند و بنیانگذاری کردند. انسان را به مسیر انسانیت، به مسیر انسان نمونه، به مسیر انسان خاص و به مسیر آنچه که انسان برای او پیدا شده راهنمایی کردند. هرچه ما امروز میبینیم در دنیا از خیر و خوبی همه بر میگرده به تعلیم زیبا و بزرگ این استاد و مربی بزرگ، مربی کامل. این آثار اون تعلیمی است که 1400 و اندی سال قبل در مکه و مدینه منوره تعلیم دادند و از دنیا تشریف بردند. شاگردان را تربیت کردند که نظیرشون توی دنیا نیست. بعد از انبیا نه در امتهای پیشین، نه در تربیت یافتگان انبیاء قبل،
و نه بعد از آن حضرت صلی الله علیه وسلم، نه چنان مربیه و نه چنان مرشده و نه چنان عالم گذشته است در دنیا که چنان شاگرد زیبا، چنان شاگرد با خدا، چنان متقی و پرهیزگار، چنان اولیاء الله در دنیا تربیت بکنه. او منحصر به فرد بود آن حضرت در تربیتشون، نگاه آن حضرت، انفاس آن حضرت، درس آن حضرت، تاثیرگذاری آن حضرت منحصر به فرد. چرا که همه اولیاء و همه بزرگان هرچه که گرفتند از آن حضرت خوش چین آن حضرتند. در اثر اتباع رحمت للعالمین هر کسی چیزی به دست آورده است. کلش، کل این خیر و خوبی در آن حضرت موجود بود و لہذا تعلیم او، تربیت او، درس او بی نظیر بود و شاگردان او هم در دنیا بی نظیر بودند. با همکاری و حمایت و کمک این شاگردان دامن اسلام را تا کجا کشید و آتش خانه‌ها و آتش کده‌ها خاموش شدند در دنیا و بت پرستی را در یک جهان بزرگ از بین بردند و مردم را خدا فرست کردند. کشور ایران اون روز خیلی بزرگتر از ایران امروز بود. روم اون روز خیلی بزرگتر و به مراحل بزرگتر از روم امروزه و اینها را همه به اسلام داخل کردند. شاگردان و تربیت یافتگان مکتب حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، آنهایی که دست آن حضرت را بوسیدند و دست آن حضرت را بوییدند و درس آن حضرت را گرفتند و پشت سر آن حضرت نماز خواندند و جمال جهان آرای آن حضرت را تماشا کردند و با چشم دیدند و سخنان آن حضرت را مستقیما به گوش شنیدند و محفل آن حضرت نشستند، درخشیدند توی دنیا و دنیا نظیرشون را نمیتواند پیش بکنه. کدام مربیه، کدام استاده، کدام مفتیه، مولویه، کدام آیات و عالم آیات اعظامه که مانند محمد رسول الله باشه و شاگردانش مانند او باشند و چنان ید بیضای داشته باشه که شاگردانش مانند شاگردان محمد رسول الله یا بالاتر باشند. این مربی زیبا شاگردان تربیت کرد، انسانهای تربیت کرد که خودشون نمونه زندگیشون نمونه از زندگی محمد رسول الله بود. این ابوبکر صدیق و این عمر فاروق و این عثمان غنی و علی مرتضی، این حسن و حسین، این فاطمه الزهرا، این عایشه صدیقه و این خدیجه الکبری، ازواج مطهرات بنات رسول صلی الله علیه وسلم، عمهای آن حضرتان، زنان مهاجر و انصاران که نظیرشون واقعات در میان زنان از شاگردان آن حضرت و مردان که تربیت عادی یافته آن حضرتان در میان مردان دنیا نظیرشون را کسی نمیتواند عرضه کنه. هؤلاء آباؤی فجیئوا بمثلهم اذا اجتمعتنا یا جریر المجامع. واقعا مصداق این شعره که واقعا اینا بزرگان ما و هیچ کسی نمیتونه و کسی نداره چنان افرادی که مانند اینها باشن که عرضه بکنه. اینها آبا و اجداد من، اینها اصل من و اینها پیشوایان ما هستند. صحابه کرامن، اهل بیت اعظامن، همه اینها فرهیخته و وارسته
در اثر درس آن حضرت صلی الله علیه وسلم، توجه آن حضرت، تعلیم آن حضرت، ترتیب آن حضرت، سیره و سنت آن حضرت که ایمانی که تعلیم دادن، احکام و اعمالی که تعلیم دادن، اخلاقی را که درس دادن، این انسان ها به چنان وارستگی رسیده. این سروران گرامی ثروت کلانی است که در اختیار ما حضرت گذاشتن. این درس توی دنیا نیست، در امریکا نمیابید، در اروپا نمیابید، در چین و در ژاپن و روسیه پیشرفت در عرصه های تکنولوژی و صنعت و فناوری بسیار بالا هست، اما اخلاق نیست. این اخلاق نیست، این اخلاقی که آن حضرت تعلیم دادن، این قرآنی که در دست ماه، این سنت و سیرت که در دست ماه، این زیبایی، این سرمایه را ملت ها ندارن غیر از ملت مسلمان. ولی جای حسرت است و افسوس کسی چنان درسی داره، کسی چنان تعلیم داره، چرا با ناکامی روبرو بشه؟ چرا امروز مسلمان با ناکامی روبرو هست؟ در عرصه های هم سیاسی و در عرصه های اقتصادی و نظامی و فرهنگی، در عرصه های گوناگون مسلمان چرا حرف دوم هم نمیزنه، حرف سوم هم نمیزنه؟ و مسلمان ها پراکنده شدن از سنت و از سیرت و از عمل کرده آن حضرت و قرآن عظیم و شان فاصله گرفتند و مسلمانان امروز مورد تحقیرند و سرمایه های مسلمانان مورد تاراج، فرهنگ مسلمانان مورد تاراج هست. بلاد اسلامی امروز ناامنند، دستخوش ناامنی‌اند و واقعا برای بنده دردآور بود همین حادثه ای که دیروز یا چند روز قبل در کابل رخ داد و در جمعی که تشکیل شده بود برای ولادت آن حضرت صلی الله علیه وسلم انفجاری رخ داد. او که خود را منفجر کرد امریکایی نبود، یهودی نبود، خود مسلمانه که خود را منفجر میکنه. چه کسانی اونجا کشته شدن؟ 250 نفر، اونم مسلمان، اونم جمع شدن به محبت آن حضرت صلی الله علیه وسلم. و لحظه این مشکلات، تندروی، افراطگرایی، اختلاف، تفرقه، دشمن در تلاشه که مذاهب اسلامی را، گرایش‌های اسلامی را، افکار اسلامی را با هم در روبرو قرار بده و با هم درگیر بکنه، جبهه از شیعه درست بکنه، جبهه از سنی درست بکنه و اختلاف به اندازه اونا بگن که ما خیرخواه توییم، اینا بگن تو خوبی و ما خیرخواه توییم، اینا را درگیر بکنه، کشورها را با هم درگیر بکنه. به یک کشور بگه آقا دشمنه، شماره یک شما به کشور عربستان بگه و عربها برادران عرب ما بگه ایرانه، و به ایران بگه که آقا دشمنه، شماره یک شما این کشور هستن. مسلمان را یکی را بگی که تو ترکی و یکی را بگی تو فارسی و یکی را بگی تو عربی، و در حالی که همه این هم مسلمان ها. و لحاظ از اختلاف میخوام بهره بگیرن، میخوام به منافع اسلامی اسلام ضرر بزنن، به منافع ملت ها ضرر بزنن، نفع و سودشون را در تفرقه مسلمانان میبینن. مسلمانان باید دوراندیش باشند و مسلمان باید سعی صدر داشته باشند. دوراندیشی کجای او؟ تعلیم اسلام که مسلمان فراست داره. اتقوا من فراست المؤمن فانه ینظر بنور الله. از فراست و هوشمندی مسلمان بترسید که او به نور خدا نگاه میکنه. مسلمانان امروز نوری که باید نور ایمانی شما نگاه بکنید، مسلمانان نگاه بکنند کجاست؟ چرا مسلمان امروز در مقابل مسلمان سفارایی بکنه و مسلمان بکشه؟
مسلمان قتل عام بکنه. لذا این نتیجه فاصله از این تعلیم، نتیجه فاصله از این سیرت. این تعلیم ما را به وحدت دعوت داده. وحدت امت اسلامی یک وحدت یک قیاسی و عقلی نیست، بلکه نص قرآن عظیم و شان، نصوص صریح حدیث و سنت مسلمانان را به امت واحده الله تعالی فراخوان داده، به وحدت و همدلی و همگرایی و همسویی. مسلمان باید با هم همسو باشند و مسلمان باید دیگه باید اتحاد داشته باشند. مسلمان باید برگرده به اسلام، مسلمان برگرده به اصل خویش، مسلمان باید برگرده به تعلیم نورانی و منور حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. مسلمان آن حضرت را اتباع بکنه، رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم. مسلمان به اصل خویش برگرده. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید رودگار وصل خویش. ولهذا ما باید به اون وصل تلاش کنیم که با اصلمون، با صدر اسلام وصل بشیم، به اصل صحابه و تابعین و اتباع و به اصل حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، به اون ایمان، به اون عمل کرد، به اون اخلاق، به اون خوبی مسلمان باید برگرده و توبه کنه و رجوع بکنه به سوی الله. هر دری که رفتیم، ما به هر دری که زدیم عزت نیافتیم. عزت ما فقط و فقط با الله تعالی هست و دین پروردگار. فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنین. عزت از آن خدایه، عزت از آن رسول صلی الله علیه وسلم. رسول صلی الله علیه وسلم تشریف آورده در دنیا و عزت را با خدا آورده است و عزت از آن اون مؤمنینه که اتباع میکنن حضرت را و به اقتضای ایمان عمل میکنن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غم نکنید و سست نشوید، استرس داشته نباشید و احساس ناکامی نکنید. شما برتر و بالایید، شما فیروزید در تمام عرصه ها، در تمام روی دنیا، در تمام چالش های دنیا شما فیروزید. اما به اقتضای ایمان اگر عمل بکنید. ایمان چه تقاضاهایی داره؟ تقاضای ایمان آن است که من و شما به اسلام عمل کنیم، به دین عمل بکنیم، از محرمات و حرام پرهیز بکنیم، کار خلاف شرع انجام ندیم، پایبند شریعت اسلام و پایبند دین باشیم، دین مدار باشیم و دین دار باشیم و با دین نزدیک باشیم. دین گریزی امروز تو دنیا بین مسلمانان زیاده که فرار میکنند از مسجد و فرار از نماز و فرار از احکام الهی و فرار از قرآن. فراری های قرآن و دین زیادند. اما باید همه برگرده. این نتیجه این فراره، این نتیجه دوریه. ولهذا برگردم به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، برگردیم به دین و انشاءالله عزت به ما بر میگرده و کامیابی به ما بر میگرده. غلبه و فیروزیه که الله و رسول وعده کردن به ما بر میگرده. صلوات بفرسته، درود اللهم صل. ولی انشاءالله بر میگرده. وحدت چیزی است که نیاز نیست که کسی از وحدت دلائل ضروری بودن وحدت را کسی توضیح بدهد، برای اینکه این ضرورت و این نیاز هم ملموسه و دیده میشه با فکر و عقل و چشم و گوش و این وحدت در کتاب خدا و سنت آن حضرت، سیره آن حضرت نمایان و روشن و واضحه.
و لهذا لازم است که مسلمانان همه با متحد باشند و وحدت را رعایت کنند و تنها وحدت با شعار حاصل نمیشه، با حرف حاصل حدیث حاصل نمیشه، بلکه وحدت در عمل مهمه. و در کشور اسلامی ما، در جمهوری اسلامی ایران اسلامی، لازم است که همه وزارتخانه ها، همه مدیران ارشد کشور، همه مسئولین نظام و همه مدیران منطقه‌ای، همه در راستای همین وحدت حرکت بکنند، در عملشون، در برخوردهایشون، در رسیدگیهایشون، در استخدامشون، در بکارگیریشون، همه دغدغه وحدت را داشته باشند. همه اقوام و همه مذاهب، همه گرایش‌های اسلامی و فرق اسلام را با عملا در کنار هم قرار داده بدهند و این میتواند بهترین وحدت را و در کشور ما به نمایش بگذارد و برای همه جهانیان میتواند بهترین نمونه باشد. بنده به عنوان یک پیشنماز به هر حال وقتی از وحدت صحبت میکنم، به عنوان یک طلبه اهل سنت که پیرو فقه اهل سنت هستم، نباید بین شیعه و سنی تفاوت قائل باشم. یک مراجعه اگر از جانب یک برادر و خواهر شیعه من انجام بگیره، نباید او را تفاوت قائل باشم با برادر و خواهر اهل سنت. و از یک قوم مراجعه صورت میگیره، نباید این تفاوت با یک قوم دیگر قائل باشم. باید ما خودمون را متعلق به همه مردم ایران بدونیم و ایران و ایرانیان دوست داشته باشیم در درجه اول و همه مسلمانان دنیا، بلکه همه انسانیت، روی همه انسانیت فکر بکنیم. ما باید روی انسانیت فکر بکنیم که همه انسان هم نوع هم جنس با ما در اصل انسانیت، همه بشران، همه انسانان، بلکه ترحم ما و درسی که به ما داده شده ما حقوق حیوان رعایت بکنیم و برای حیوانات حقوق قائل باشیم، برای انسانها علاوه از حقوق کرامت و ارزش قائل باشیم. و همه را به یک نگاه، مسئولین امر، مدیران محترم استان، مدیران محترم استانهای کشور عزیزمان، مدیران محترم ارشد که در مرکز کشور ما هستند، همه اینها علمای اعلام، علمای شیعه، علمای سنی و طبقات مختلف، احزاب و تشکلها و انجمنها و جماعتها باید همه را به یک نگاه بکنند و بین مردم عزیز ایران نباید ما تفاوت قائل باشیم، حتی بین مسلمانان، و به همه احساس همبستگی، احساس اخوت، احساس برادری. چرا؟ که همه ما یک کلمه را خواندیم و او کلمه توحید است، شهادت لا اله الا الله است و شهادت محمد رسول الله است. اگر ما این کلمه را واقعا خواندیم، نباید تفاوت قائل باشیم. حوزه های علمیه و مدارس دینی و مراکز علمی همه باید این اندیشه را داشته باشند که تفاوت نباشه، واقعا نباشه، و این میتواند که یک وحدت پایدار و در نتیجه امنیت پایدار، اخوت پایدار، برادری پایدار، همبستگی پایدار ایجاد بکنه و ما را در مقابل دشمنانمون صف برا مستحکم بکند. و جا داره که بنده تشکر کنم از و خوش آمد عرض بکنم و خیر مقدم خدمت استاندار هوشمند و پرتلاش
جناب آقای مهندس موهبتی که در همین هفته غالبا اوایل هفته ایشون روز شنبه معرفی شدن به استان و ایشان یک انسان بی تکلف و که زندگی ساده دارند و واقعا مرد میدان هستند که تلاش میدانی میکنند و آشنایی دارند به مردم منطقه و شناخت دارند و مردم استانم بهشون شناخت دارند و واقعا مردم بسیار خوشحال شدند با انتصاب ایشان و یک روحیه دستات مردم که الحمدلله یکی از فرزندان شایسته این مملکت که بخش را از زندگیش در استان و سیستان و بلوچستان خدمت کرده، در خدمت مردم بوده است، اینجا انتصاب کردن. واقعا تشکر به عمل می آید. در مقابل این انتصاب هم بنده تشکر کردن در جلسه هم از وزارت کشور، هم ریاست محترم جمهور و ما امیدواریم دعای خیر کنید ایشون که موفق بشه. امروز شرکت دارن در نماز جمعه ما و ایشون موفق بشن که در این شرایط حساس و سرنوشت ساز بتوانند انشالله فیروز بشن و موفق بشن و برای مردم خدمت بکنند و به خدمت مردم باشند و تمام این ادارات و مدیریت ها رایشون نماینده ارشد دولت هستند در اینجا، لذا بتوانند همه اداره ها را فعال بکنند و به حرکت بیندازند، چرخه مدیریت ها را تا به مردم رسیدگی بکنند و مشکلات مردم حل بکنند، گره کشایی از مشکلات مردم بشه. و جا دارد که بنده مجدد از حاجی آقای حسینی، از علمای عزیز که اینجا تشریف آوردند، اخوی حاجی آقای حسینی قبل که نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت بوده، امروز تشریف آوردند و اینجا سخنرانی کردند و صحبتشون استفاده از ایشون هم خوش آمد عرض بکنیم و تشکر. جناب آقای سوری اینجا هستند که مسئول بوکس کل کشورند و واقعا در وزارتخانه خوب درخشیدند و وقتی که مدیر بودن اینجا موفق بودند و به ایشون هم خوش آمد عرض بکنیم و واقعا جا داره که من از دو تا وزیر امروز تشکر کنم. یکی جناب آقای اردکانی وزیر نیرو که این دیروز اینجا بودند و این سومی سفرشون بود در همین مدت 2-3 ماه که در رابطه با موزل آب و مشکل برق و آنچه که در تحت پوشش این وزارتخانه وزارت تشریف آوردند و واقعا در تلاشند و تکافؤ هستند که مشکلات مردم حل بشه و ما برایشون دعای خیر بکنیم. و از وزیر ورزش و جوانان جناب آقای دکتر سلطانی فر که وزیر ورزش هستند و الان هم مسابقات سرتاسری کشور در همین جوار عیدگاه در جریان هست. از 30 تا استان آمدند اینجا و مهمان هستند. وزیر ورزش و جوانان این 3 بار هم سفر کردن در استان، 4 بار، بله 4 بار سفر کردن در استان و بالاخره در توزیع عادلانه بودجه و امکانات ایشون تلاش دارند و به هر حال ما شکر گزاریم که بین اقوام و مذاهب هر وزارتخانه تفاوت قائل نباشه، هر مدیریت تفاوت قائل نباشه و نگاه یکسان داشته باشه، واقعا از او جای قدردانی هست و وحدت اصلی هم در همین. الله تعالی ملت ما را و ملت مسلمان اتحاد و اتفاق نصیب بکنه و همه جهان را الله به این قانع بکنه که با گفتمان مسائلشون حل بکنن، با مذاکره مسائل حل بکنن، نه با جنگ های کشورهای اسلامی را الله خاتمه بده
و مذاکرات و گفتمان و صلح و سازش الله تعالی ترویج بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد.